whole year, 20,000 people visit this library. الان این گروهی که آمدن کتابخانه رو بازدید کردن و تمام شده. اینها تماما کتاب خطی هست. All of them are handwritten. از 1000 سال پیش تا کنون. Since 1,000 years ago. خب این 37,000 جلد نسخه خطی اینا در تمامی موضوعات هست. These 37,000 books are included any kind of subjects. بله اون که جایگاه خودش رو داره هست. And is really important source for the Shia section of Islam. بازدید ما از اینجا شروع شد. 1300 سال قبل نسخه قرآنی رو داریم. 1300 years old Quran. به ترتیب از قدیمی ترین شروع میشه. This is the oldest. اینها اراده‌گذاری در قرآن کریم هست بر روی پوست. من برای که جالب باشه مهم‌های اونها رو توضیح خواهم داد. این زیباترین نوع خط قرآنی هست. This is the most beautiful Quranic written. اما نوع تصنیف‌هایی که بر آغاز قرآن ها میاد، طلاها و نقره‌ها و رنگ‌های طبیعی 700 و خورده سال پیش هست. And these are the new designs. Here we see gold and silver designs and 700 years ago. که لذا اولین کار ما فهرست نویسی هست. These are all the titles of the books here. نام کتاب، نام مؤلف و موضوع. The name of the book, name of the author and the subject of the book. 65% اینها راجع به علوم اسلامی و بیشتر عربی هست. 65% of these books are about Islam and the Arabic knowledge. راجع به علم حساب، هندسه، ریاضی، فیزیک، شیمی، طب، رمز، جفت، استرلاب، تاریخ، جغرافیا. بگید تمام اینا همه موضوعاتی که نسخه‌اش در اینجا هست. There are a lot of books on math, physics, chemistry, history, geography, and a lot of different things. And I don't know how can I translate it. Do you know what this book is? کتاب دیوید. Sons of David. کتاب زبور حضرت داوود علیه السلام هست. Yes, Sons of David. به خط لاتین قریب به 800 سال قبل بر روی پوست باز. In Latin, 800 years old. خط الستایی پهلوی زرتشت. This is Zoroastrian way of writing. که انشالله یکی از اون حفاظت‌ها رو چند لحظه بعد می‌ریم که اون بیمارستان کتاب هست. We have a hospital for books here. اول بار کتاب خطی خریداری میشه یا اهدا میشه میاد به این جایگاه. When we buy handwritten books, and the first place the book comes is here. خب میریم خدمت فرزندشون، فرزند آیت الله مرعشی. We are going to visit Ayatollah Mar'ashi's son. Sit here. ازتون تشکر کنید تشریف آوردن اینجا وقتشون رو. پدر من که مؤسس این کتابخانه بودن یکی از لیدرها و رهبران مذهبی و مدرسه تقلید بودن مثل امام خمینی که حدوداً 17 سال پیش فوت کردند و این کتابخانه البته چند تا مدرسه بود کارهای خیلی زیادی دارن از جمله این کتابخانه پیش از که من حدود 30 و چند سال الان مسئولیت اینجا بر عهده من هست. My father, who died 17 years ago, was the builder and was the main idea of this library, and he was the grand Ayatollah like Imam Khomeini. مدت‌ها حمام‌های این شهرها رو با سوزاندن کتاب‌ها گرم می‌کردن. قدیم لوله که نبوده. زیر مثلا یه خزانه آب کنده آب میره زیرش گرم می‌کردن مردم می‌رفتن داخل اون خودشون تمیز می‌کردن. چه از این کتاب سوخته شده؟ He is telling the story that after Mongols attacked Iran and many other neighbors attacked Iran for many years, there was a kind of public bath, and they made the water warm with the burning the books in those public baths. در اصل می‌دونم وقتتون کم هستش من به همین مقدار بسنده میکنم و شما رو به خدا میسپارم و امیدوارم با خاطرات خوشی از کشور ما مراجعت بفرمایید و امیدواریم که مردم ما با مردم امریکا انشالله بیشتر آشنا بشن و طریق حقایق ببرن انشالله. اجازه میکنید چند تا سوال بکنم؟ بله مثلا این بفرمایید. He just again appreciate that you are here. Thank you very much. And
I don't want to take your time anymore, but I'm so happy you are here, and I am hopeful that one day our people and the American people will be really friends. Thank you very much. Thank you very much indeed. Thank you. Nice to see you.